السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه حمزه و عمر رضی الله عنهما مسلمان شدند، مسلمان هایی که در مکه مکرمه بودند قوت گرفتند و آزاد عبادت میکردند. در مکه مکرمه مسلمان های مانده بودند که حمایت کننده داشتند و قریشی ها اکنون فکر میکردند چطور با رسول خدا مصلحت کنند که دیگر دعوت نکند. روز عقبه ابن ابی معین رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به خانه خود دعوت کرد تا که با او سخن کند و شاید راه حل پیدا شود. عقبه از بزرگان مکه بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت عقبه را پذیرفت و به خانه‌اش آمد. عقبه به رسول خدا خوراک آورد، ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خوراک عقبه نخورد. عقبه گفت ای محمد چرا نمیخوری؟ بخور. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمیخورد. عقبه بسیار التماس کرد که تو مهمان من هستی، بخور ای محمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به خدا قسم تا وقتی که لا اله الا الله محمد رسول الله نگویی نمیخورم. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواست عقبه اگرچه به زبان میگوید، یعنی اگرچه از تحت دل هم مسلمان نمیشود، ولی وقتی که به زبان میگوید شاید بعدتر هدایت یابد. مثل که حمزه رضی الله عنه اولا به زبان کلمه شهادت را گفت و بعدتر الله متعال او را هدایت کرد و مسلمان شد. عقبه یعنی سخن رسول خدا را رد نکرد، برای که عرب ها مهمان نواز بودند و عقبه هم لا اله الا الله محمد رسول الله گفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم با عقبه کمی سخن کردند و از نزد عقبه رفت. اکنون در مکه مکرمه در بین قریشی ها پهن شده بود که عقبه مسلمان شده است، یعنی یک بزرگ دیگری از قریشی ها مسلمان شده است، ولی عقبه در حقیقت مسلمان نشده بود، فقط به زبان گفته بود تا که رسول خدا خوراکش را بخورد. قریشی ها بسیار در غضب بودند، از همه زیاد رفیقش ابی بن خلف، رفیق نزدیک عقبه بود، بسیار غضبناک شد، خشمگین شد. گفت چطور عقبه مسلمان می شود؟ و به نزد عقبه آمد و گفت روی من بر تو حرام است، با من دیگر سخن نکن، یا اینکه حاضر می روی و بر روی محمد تف میکنی، یا من یا محمد، یا اینکه رفیقی ما میماند یا اینکه محمد، یک را اختیار کن. اکنون عقبه کلمه شهادت را گفته بود، هرچندی که از تحت دل نگفته بود، ولی فکر میکرد که رفیقی را اختیار کند یا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را. خب عقبه به نزد رسول خدا رفت و بر رویش تف کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این حالت بسیار اذیت دید، ولی صبر کرد و در مورد عقبه و رفیقش ابی بن خلف آیت نازل شد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. و به یاد آور روزی که ستمگار یعنی عقبه از حسرت و پشیمانی دست خود را میگزد، میگوید ای کاش
من با رسول خدا می رفتم، ای وای بر من، ای کاش فلانی را دوست نمی گرفتم، یعنی ابی بن خلف را دوست نمی گرفتم. براستی او را از قرآن دور ساخت بعد از اینکه به سوی من آمده بود. و شیطان انسان را تنها و خار میگذارد، یعنی وسوسه میکند و روز قیامت آدمیزاد را شیطان هیچ یاردم نمیکند. اکنون ابی بن خلف دشمنی خود را زیادتر کرده بود بر رسول خدا. روز به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و در دستش استخوانی کهنه بود. استخوان را میده میده کرد و بر روی رسول خدا انداخت و گفت تو میگویی ما را خدایت زنده میکند بعد از این که مثل همین استخوان میشویم؟ کی ما را زنده میکند؟ و بر سخنان ابی بن خلف آیت نازل شد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. و برای ما مثال زد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت چه کسی این استخوانها را دوباره زنده میکند در حالی که پوسیده است؟ بگو ای محمد همان کسی آن را زنده میکند که نخستین بار آن را پدید آورد و او بر هر آفرینش داناست. همان پروردگاری که انسان را خلق کرد و میران باز میتواند زنده کند. این آیت جواب به سخن ابی بن خلف بود. دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم دوام داشت. مردم مسلمان میشدند. قریشی ها بسیار غضبناک بودند که هرچند با رسول خدا مصلحت میکنند سخنشان کارشان برار نمیگیرد و رسول خدا دعوت خود را دوام میدهد. قریشی ها بار دیگر در دارالندوه جمع شدند، یعنی در خانه‌ای که مصلحت میکردند جمع شدند تا که راه حلی پیدا کنند. گفتند محمد را به چیزی دعوت میکنیم که با او هیچ کسی اینطور مصلحت نکرده بود. و قریشی ها با رسول خدا صلی الله علیه و سلم ملاقات کردند. گفتند ای محمد تو را هر چیزی که پیشنهاد کردیم قبول نکردی. اکنون به تو چیزی را میگوییم که برای ما بسیار سخت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود چیست؟ گفتند دیدیم که در دین خود استوار هستی. اکنون تو را دعوت میکنیم که بت‌های ما را روزی بپرستی و ما هم خدای تو را روزی میپرستیم. یعنی یک روز تو بت‌های ما را میپرستی، یک روز دیگر ما خدای تو را میپرستیم و همه مشکلی حل میشود، تمام میشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این چه سخن است؟ بت‌ها قابل پرستش نیستند. گفتند ما خدای تو را یک هفته میپرستیم، تو بت‌های ما را یک روز بپرست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، نمیشود. گفتند خدایت را یک سال میپرستیم، تو بت‌های ما را یک روز بپرست. رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی نشد. فرمود این عبادت فقط برای پروردگار یکتاست، یعنی پروردگار یکتا مستحق عبادت است و تمام. و در مورد قریشی ها سوره کافرون نازل شد. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا
ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ای پیامبر بگو ای کافران من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید و شما نیز نمی پرستید آنچه را که من می پرستم و نه من پرستشگری آنچه را که شما پرستش کرده اید خواهم بود و نه شما پرستشگری آنچه را که من می پرستم خواهید بود. بنابراین آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم. ودوا لو تدهن فیدهنون. آنها دوست دارند و میخواهند که نرمی و مدارا کنی، پس آنها نیز نرمی و مدارا کنند. یعنی نرمی و همکاری در مسئله عقیده جایز نیست. مسئله عقیده باید عیان باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان را عذاب و اذیت میدادند بعد از اینکه مصلحت قریشی ها با رسول خدا نشد. یعنی رسول خدا راضی نشد به سخنان قریشی ها عذاب را دوچند کردند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را همسایگانش بسیار اذیت میدادند. همسایگان رسول خدا عمکش ابو لهب بود و حکم ابن ابی العاص و عقبه ابن ابی المعید و عدی ابن حمرا و دیگران بودند که جمع شده بودند، مصلحت کرده بودند که هر چیز ناپاکی که دارند یا اینکه نجاست اخلاق که دارند در نزد دروازه رسول خدا صلی الله علیه و سلم می انداختند، می گذاشتند. و وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خانه‌اش می برآمد یا اینکه می خواست بدرآید، همون بوی و همون اخلاق ها را در نزد دروازه خود می یافت، صبر می کرد، از نزد دروازه خود دور می کرد و با آواز بلند می فرمود آیا همین است حق همسایگی؟ آیا با همسایه همین طور معامله شود؟ و صبر می کرد. روز رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد کعبه عبادت می کرد. یک گروه مردمی آمدند و شتر را ذبح کردند، یعنی در نزد بت‌ها قربانی کردند. بزرگان مکه حضور داشتند، گفتند کی میتواند اخلاط شتر را بر محمد گذارد، یعنی بر سر رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذارد. یعنی هر چیزی که از درون شکم شتر میبراید از اخلاط، کی میتواند که در بالای سر محمد این اخلاط را بیاندازد؟ و مسخره میکردند، میخندیدند. عقبه ابن ابی معید گفت من میکنم، یعنی من اخلاط شتر را میتوانم که بر سر محمد بیاندازم. و وقتی که شتر را کشتند، هر اخلاطی که از شکم شتر برآمد همه آنها را جمع کرد و هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حالت سجده بود، بر سر مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم این اخلاط ها را انداخت و می خندیدند، بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسخره می کردند. راوی این حدیث می گوید تا درجه قریشی ها بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسخره کردند و خندیدند که بر یکدیگر تکیه کردند، یعنی افتیدند از خنده را. بسیار رسول خدا را مسخره کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد در حالت سجده بود، یعنی نماز خود را قطع نمی کرد، نماز خود را دوام می داد تا که فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم این ماجرا را دید، گریان کرده به نزد رسول الله آمد و اخلاط را از سر مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم دور کرد. یعنی این بود معامله کفار قریش با بهترین خلق الله، با رحمت للعالمین، با شخصی که خیر را برای همه میخواست. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نماز فارغ شد، با کسانی که مسخره میکردند نظر کرد و دعا کرد بر آنها، دعای بد کرد. دیگر این خط سرخ بود، دیگر وقتی رسیده بود که در بین عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم
خلل میرسوندن، یعنی بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و عبادتش اکنون خلل میرسوندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستار رو برداشت و دعا کرد، فرمود اللهم علیک بعقبه ابن ابی معیط، یعنی پروردگارا جزای عقبه ابن ابی معیط را بده، جزای بدش بده، عذابش بده. اللهم علیک بشیبه، اللهم علیک بعتبه، اللهم علیک بالولید ابن عتبه. و هر کسی که در آنجا بود بر سر آنها همین دعاها را کرد. نام هر یکی از آنهایی که در آنجا بودن و مسخره میکردن نامای آنها را گرفت. راوی این حدیث میگوید به خدا قسم نام کسی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت، یعنی نامش را گرفت و دعای بد کرد، در جنگ بدر دیدم که هلاک شدند. یعنی همه آنهایی که در آنجا حضور داشتند و مسخره کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم را، در جنگ بدر، در یکم جنگ مسلمانان هلاک شدند. این دلیلی است که برای استجابت دعا ما باید سراسیمه نشویم. یعنی بینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه بود، دعا کرد. وقتی که بعد از چند سالها از مکه به مدینه سفر کرد، هجرت کرد و بعد جنگ شد و بعد یعنی دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم استجابت شد. برای همین وقتی که دعا میکنیم سراسیمه نشویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یستجاب لاحدکم ما لم یستعجل، استجابت کرده می شود دعای شما تا وقتی که شما سراسیمه نشوید. یعنی وقتی که تو سراسیمه نمی شوید دعایت مستجاب می شود. قالوا کیف یستعجل، صحابگان پرسیدن چطور سراسیمه می شود، یعنی چطور آدم دعا میکند و سراسیمه می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود قال یقول دعوت ولم یستجب لی، میگوید دعا کردم و دعایم استجابت نشد. برای همین وقتی که آدمیزاد سراسیمه می شود و این سخنان را میگوید دعایش استجابت نمی شود. اگر بعضی دعاهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از سالها تحقق یافته باشند، پس ما هم یک شخصان مسلمان عادی باید صبر کنیم. ان شاء الله تعالی دعاهای ما هم استجابت می‌یابد. ان شاء الله تعالی دوام قصه را در هفته آینده ان شاء الله تعالی میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.